مسعود که گمان می‌زد گروه در پی ویرانی کابل و نابودی مردمند، بجای تفنگ گوشی مخابره‌اش را برداشت تا جنگ افروزان را به حساسیت لحظه‌های تاریخی کشور ملتفت سازد و به آنان از فرجام یورش و کابل هشدار دهد. انتخاب شدن و تا زمانی که حالت ایجاد نشود که در نتیجه از او ضرورت عملیات را فرد مجاهدین ما منتفی بشماره، ما شاید قادر به تأخیر و تعجیل در وقت محدد نداشته باشیم. اگر بگویم درگیری نمیشه، معمال برتان بگویم که شدید درگیری میشه و شاید جنگی صورت بگیره که دیگه اون صدها مسلمان کلی زده و انشالله معمال بگویم که ترداشش خدا قبلا محفوظ نیست. ملت مجاهد افغانستان هم محفوظ نخواهد بوده. ما چیزی را به خود نطلبیده، نمیترده و هیچ گونه طی قسمت سلامریزهای به خصوصی هم نداشتیم. فقط همه چیز به شخص خود شما رهبرای بزرگ محول ساختیم. حرفای شما را شنیدم و مطالبی که داشتم قبلا عرض کردیم. خب معنای دیگه بیست که خیلی روز یک شنبه حتما حمله میکنید. ما آمادگی بگیرم. آمادگی برای چی؟ آمادگی به دفاع مردم کابل، زن کابل، مرد کابل، خرد کلان کابل، آمادگی به دفاع از این ملت مظلوم، آمادگی به مردم عظمی، مردمی که دیگه به خدا هر روز پناه میبرن و میگن که سرنوشت ما در آینده چی میشه. ما مجبور هستم که از این مردم در برابر هر نوع حمله با همه طاقتی که دارم دفاع بکنیم. در غیر صورت همه چیز ما گذاشتیم و پیشتر هم گفتم هیچ گونه سندی ندارید. میشنن خود رهبرای مشکل خود شماست. مشکل خود شماست که باید برین بین خود بشینیم به توافق برسیم. ما خودم امتیاز طلبی طلب نمیکنیم و شما که میگین که به روز یکشنبه تهدید باقی، یعنی اعمال به صراحت میگوید. شما نمیفهمید که ما آدم سریحتم و مجبور هستم که سرزین مالی که پیش دستگاه دور شوم، ترتیبات دفاعی خود بگیرم و مجبور هستم که دست به اکسسر تشکیل باز منطقه بزنم و فردا نبوین و پیش خدا فردا باز مسئول نباشم که چرا دست به هم کار زدیم. او بس که قاضی سبا من حیث شاید میشنود. دیدید که او از صلح سخن میزند و دیگران از جنگ. او از دفاع مردم سخن میزند و دیگران از حمله بر کابل و کابلیان. او میخواهد برای شهر کابل، مردم کابل، زن و مرد و خرد و کلان کابل آسیبی نرسد و برای دفاع از ملت مظلوم خویش به پاسداری برمیخیزد. این گفتگو که در 23 اپریل 1992 صورت گرفته است، سند است تاریخی از دلسوزی و عشق و مهر یک قهرمان پارتیزان به اکثریت خاموشی که
جز او حامی دیگر سراغ ندارند.